روزی حضرت ابراهیم علیه السلام در کوچه بود. حضرت جبرائیل علیه السلام وحی آورد به حضرت ابراهیم. گفت ای ابراهیم، الله امر کرد که تو خود را ختنه بکنی. میگه همه لحظه در دست حضرت ابراهیم یک تیشه بود که تیشه خیلی کند بود. با کندی تیشه نگاه نکرد، همونجا میگه خودش را ختنه کرد. وقتی که به خانه آمد خون از بدن او رفته ایستاده بود. همسرش گفت ای شوهری عزیزم، با تو چی شد؟ این چیست؟ گفت این امر الله است، من خود را ختنه کردم. وقتی که مادرمون قدم میکند که از کجا تا کجا خون آمده است، حساب میکند 80 قدم از خانه دورتر خود را ختنه کرده است. گفت آخر 80 قدم دیگر مانده بوده است، چرا به خانه نآمدی و در خانه بکنی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام گفت ای همسر زیبایم، اگر که من 10 قدم میزدم تا خانه آمدن یک جانی من از بدنم میبرآمد. فرمان الله را اجرا نکرده آن لحظه باید چیکار میکردم؟ امروز ها ما و شما اگر در دوشنبه باشیم، به خانه اگر که 10 کیلومتر 5 کیلومتر دور باشیم، میگیم خانه رفتیم، بعد نماز خود رو میگذاریم. ما فکر نمیکنیم که یک دره صدمه میشود یا یگام کاری میشود و جان ما از بدنمون میبراید. آن لحظه را فکر نمیکنیم. و از حضرت ابراهیم علیه السلام پرسیدند، گفتند ای ابراهیم، چرا الله تو را خلیل خود خواند؟ حضرت ابراهیم علیه السلام گفت با 3 خصلتم. یکم خصلت من این بود که یگان وقت فرمان الله را از فرمان بنده پس حساب نمی کردم و همه لحظه فرمانش را اجرا می کردم. و دویم خصلتم، در سر دسترخوان هیچگاه به مهمان نمی نشستم. و سیوم، همه وقت توکل به الله داشتم. الله مهربان از روی این 3 خصلت مرا خلیل خود خوانده است. برادران عزیز، شما نظر بکنید که همه لحظه که از خانه چقدر دور بوده است، 80 قدم دور فرمان الله را اجرا کرد. ما وقتی فرمان الله می شود، وقتی نماز می شود، میگیم خانه رفتیم و بعد می خوانیم، یا اینکه دیگر کار نکنیم بعد می خوانیم. ما و شما باید فرض الله را در وقتش اجرا کردن برای ما فرض است. نماز را در وقتش خواندن این فرض است. این حبو نوار امروزه ما حتما از همه شما خواهش کرده می شود در شبکه ها نشوید. ان شاء الله بهترین نوارها و بهترین ان شاء الله موضوع ها را براتون پیشنهاد خواهیم کرد. باقی در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله.